سلام دوستان، این کلیپ رو میگیرم واسه موتور سوارامو. اونایی که میگن چرا باربرنگ موتورم هی میشکنه. نگاه، یکی از دلایلی که باربرنگ موتور هی میشکنه اینه که چربیشو از دست میده. چربی باربرنگ رو از دست میده و صفر میشه باربرنگ. تنها راهش اینه که چرختون رو باز کنین، اینو بردارین و یه چیز نوکتیز بیارین، اینم بردارین. یه چیزی رو باربرنگ هست، اینم در بیارید بذارید کنار. بعد البته این چربه ولی ما میخوایم بیشتر چربش کنیم. بعدش گریس میارین، گریس که آوردین میزنین اینطور رو پر گریس میکنه. اینطور که پر گریس بکنین باربرنگتون روانتر کار میکنه و امکان شکستنش کمتر میشه. دو طرف چرختون رو همین عملی که من انجام دادم انجام بدین تا باربرنگتون چرب بشه و خراب نشه. ممنون، خداحافظ.